سلام، احسان سلطانیان هستم. میخوام 3 تا فیلم از بهترین فیلم های تاریخ سینما رو بهتون معرفی کنم. شماره 3، فیلم کدا، به نویسندگی و کارگردانی خانم شان هدر. این فیلم برنده 3 جایزه اسکار شده: جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگری نقش دوم مرد. فیلم لحظات خنده و شادی و غم رو همه رو با هم داره. این فیلم رو حتما ببینید. شماره 2، The Lives of Others، محصول سال 2006 آلمان و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارج زبان. این فیلم داستان زیبایی داره و داستانش شباهت زیادی به داستان زندگی بازیگر اصلی فیلم یعنی آقای اولریش موره داره. شماره 1، فیلم پال فیکشن، یک فیلم باحال و دوست داشتنی از یک کارگردان باحال و دوست داشتنی از سینمای آمریکا، یعنی آقای کوئنتین تارانتینو. فیلم در سال 1994 برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن شده و به دلیل صحنه‌های جذاب و باحال حتی خشونتش مورد تقدیر منتقدین سینما قرار گرفته. یک فیلم گنگستری باحال. دیدن این فیلم ها رو از دست ندید و با من باشید تا قسمت بعدی معرفی فیلم.